خب تو این ویدیو میخوام راجع به تفاوت‌های دزدگیرای ایرانی و خارجی باهاتون صحبت کنم. ببینید دزدگیرای ایرانی، حالا من دو تا برند مطرحی که حالا همیشه صحبتش بود و میخوام در حقیقت مقایسه کنم. دزدگیرای ایرانی بزرگترین حسنش اینه که خدمات داره. یعنی شما اگر آسیبی ببینه، خراب بشه، به هر حال رلشه، هر چیزیش آسیب ببینه، قطعاتش هست. البته برندایی که واقعا تولید کننده، نه برندی که مثلا از چین میاره اینجا ریمارک میکنه به اسم تولید داخل میفروشه، یا برای مثال CKD از اون ور میاره دقیقا اینجا مونتاژ میکنه و میفروشه. اونا هم داستان خودشون دارن. ولی خب مثلا برند ایرانی مثل سایلکس یا مثل کلاسیک که سالها هستش دارن تولید میکنن، بزرگترین حسنشون خدماتشونه. یعنی قطعی نیستش که شما حتی مدل‌های مثلا توقف تولیدشون مثل SG7 سایلکس که دیگه تولید نمیشه، هر کسی داره باز قطعاتش مشکلی بخوره قطعات یدکیش هست. توی برندهای خارجی مثلا چینی‌ها رو بخوایم مثال بزنیم، فقط میتونیم بگیم تنها آپشنش نسبت به برندهای ایرانی اینه که در حقیقت خدماتش که خیلی ضعیفه و اینکه بهتون امکانات زیادی ممکنه بده، مثلا مثل ماشیناشون که 1000 تا آپشن داره حالا هرچی، ولی روی خدمات مطمئنا گیر میکنید. یعنی کم پیش میاد برند چینی باشه تو بازار که سالهای سال آورده باشه و قطعات یدکیش باشه، مشکل نخوره، آپدیت داشته باشه نرم افزارش و این مسائل. پارادوکس هم که دیگه اصلا صحبتش نیست دیگه. پارادوکس که حرف اول تو دنیا میزنه، اونم ولی خراب نمیشه. نمیتونیم که خراب نمیشه، خیلی دیر خراب میشه، دیر به خدمات میفته. ولی اگر خدمات بخواد یه خورده تو تامین قطعه و تامین ماژول ممکنه دوچار مشکل کنه ما رو. ولی خب دستگاهی که دیگه شما دارید مرسدس بنز میخرید توی دستگاه خارجی، ساخت کاناداست و ما الان تو ایران کمتر جایی رو میبینیم که بتونن پارادوکس تهیه بکنن. تفاوت کلیش همینه. برند ایرانی ها میشه گفت مثلا مهندسی معکوس شده یه برندهای خارجیه. مثلا که یکی دو تا برند من اسم نمیبرم برای اینکه حالا وقت دوستان اگه ویدیو رو میبینن همکارا به قولی ناراحت نشن، ولی یکی از برندهای ایرانی مثلا دقیقاً مهندسی معکوس شده پارادوکس، با این فرق که پارادوکس باید ماژول خریداری بکنید، این پکیج داره میده. کلیات این که ببینید توی یه سری چیزا ما الان مثلا رادار ایرانی نداریم، رادار دقیقاً یا همون چشمیای دزدگیر، اونا رو یا پارادوکس چین استفاده میشه یا فایروال چین استفاده میشه. این دوتا خب برنداییه که درست حسابیه راداراش. و دستگاه ها، کنترلرها که همه کنترلرهای ساخت داخله، بلنگوهای ساخت داخله، بلنگو چیزی نداره حالا بخواد چیز بکنه. ولی فکر میکنم که تو کلیات اگه بخواید هم بحث هزینه‌ای در نظر بگیرید، هم بحث در خدمات رو، برند ایرانی مناسب تره، هم لحاظ خدمات هم لحاظ هزینه. اما اگه محدود هزینه هم نداشته باشین خب خارجی هم هست. اگر چینی بخواید تهیه کنید بعد پی اینو بهترتون بمالین که بالاخره یه روز این قطع الکترونیکیه خراب میشه و اون موقع ممکنه یه خورده اذیتتون بکنه. برای مشاوره در مورد در حقیقت دزدگیر اماکن حتما با بچه DGDSC تماس بگیرین، راهنماییتون میکنن، کارشناس میفرستن، بازدید میکنن و یه آفر خوب بهتون بدن که سالهای سال بدون دردسر استفاده کنید.